سلام. سلام بر عزیزان دل. آقا من یه سوالی دارم و میخوام جوابشو این ارزشیا بدم. میخوام بدونم شما 100 و خورده ای روز اومدین توی چهارراه وایستادین، توی خیابونا وایستادین، شعار دادین، موندین، پرچم گرفتین، بی حجاب با حجاب آوردین. میخوام بدونم شما بعد از این توافقی که انجام شد آیا به خودتون فکر نکردین خون رهبرتون این وسط چی میشه؟ ما برای چی 100 روز وایستادیم؟ برای چی پرچم به دست گرفتیم؟ که آخر بیان توافق کنن، خیلی راحت به خون رهبرتون پشت کنن. من اگر جای شما بودم حداقل دنبال این جواب بودم که چرا توافق شد، چرا راضی شدن خون رهبرتون رو زیر پا بذارن و خیلی راحت موافقت کنن. مگر آرمانای اسلامی جز این نبود که هرچی رهبر بگه همون بشه؟ مگر رهبر شما به این استدلال نرسیده بود که با آمریکا مذاکره اگر بخوام بکنیم بعد از اون 1000 تا خواسته دیگه انجام میشه؟ خب اینا با این همه توصیفی که داشتن و میدونستن سران مملکت، چرا الان یه دفعگی راضی شدن به این امر؟ اینا که داشتن مقاومتشون رو میکردن، داشتن میجنگیدن، چرا یه دفعگی اینجوری؟ هنوز رهبرتون رو نتونستن دفنش کنن. چرا باید همچین پشتی رو به شما مردمی که هواخواهشون بودین، شما طرفدارایی که این همه مرگ بر آمریکا گفتین، مرگ بر اسرائیل گفتین، تهش اینقدر راحت و اینقدر آسوده نشستن و خب گفتن باشه ما موافقت میکنیم؟ دنبال جوابش باشین، پیگیرش باشین و این جواب رو بگیرین ازشون که چرا اینقدر راحت موافقت کردن. برای چی؟ مگه جز این نبود که مقاومت اولین اصل این نظام بود؟ چی شد پس اون آرمانای امام و آرمانای خامنه ای؟ این جواب اگه میشه حداقل شماها به من بدین. من خیلی برام مهمه که این همه شما آمدین تو خیابونا داد زدین، فریاد زدین و به قول خودتون وایستادین زیر بارون. الان چی شده دفعه اینقدر راحت اینا تونستن به شماها پشت کنن و خیلی راحت جواب آمریکا رو بدن، با تهران موافقت کنن؟ اگر میشه جواب اینو بدین، خیلی ممنون میشم اگه اینو بگین. عزت زیاد.